در شهر اوستونا پایتخت قزاقستان مسابقات گراند سلام قزاقستان اوید آگوستین زودو به پایان رسید. این مسابقات بین المللی با اشتراک 334 ورزشگر از 42 کشور 3 روز از 16 تا 18 یونی سال 2023 دوام کرد. تاجیکستان را در گراند سلام قزاقستان 10 ورزشگر نمایندگی میکردند. روز 18 یونی سال 2023 در روز سیام و نهایی مسابقات 4 پهلوان تاجیک در وزن‌های 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم پلوس 100 کیلوگرم بین مردان به میدان برآمدند. پهلوان خوشنام تاجیک تیمور رحیموف در وزن پلوس 100 کیلوگرم رقابت را از دور دوم شروع کرده اول بر ورزشگر فرانسوی ژوزف تریچ غالب آمده. در چهارک فینال بر ورزشگر بی‌طرف والری ایندویتسکی و در فینال بر نماینده گرجستان و در نیم فینال بر نماینده گرجستان سابا ایوانشویلی پیروز شد. ولی در رقابت نهایی در فینال تیمور رحیموف از ورزشگر دیگر بی‌طرف تیمرلان باشایف مغلوب گردید و به این ترتیب جای دوم و مدال نقره این مسابقات را به دست آورد. این حلقه هفتمین مدال تیمور رحیموف در مسابقه های گراند سلام و دومین مدال نقره او در این مسابقات است. تیمور در عموم در مسابقه ها از سلسله گراند سلام 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنجی به دست آورده است. متاسفانه روز 18 ایون بخت بر روی 3 پهلوان دیگر از تاجیکستان نخندید. امیدجان رحیموف در وزن 90 کیلوگرم، اسرائیل رحیموف در وزن 100 کیلوگرم و شکر محمد میرمحمدوف در وزن پلوس 100 کیلوگرم در رقابت اولش بر عظمت چوچایف که تحت پرچم بحرین برآمد میکرد پیروز آمد، ولی در دور دوم از گورام توشویلی از گرجستان شکست خورد. مدال نقره تیمور رحیموف دومین مدال تیم تاجیکستان و در عموم سومین مدال پهلوانان تاجیک در گراند سلام قزاقستان بود. روز 17 ایون امک بچه‌های ونجی محمد بیکوف و سامان محمد بیکوف در وزن‌های تا 73 کیلوگرم و تا 81 کیلوگرم توانستند مدال‌های طلایی این مسابقات بین المللی را به دست بیارند. محمد بیک و سامان هر دو در شهر ایرکوتسک روسیه تحت رهبری عمک‌هایشان ارگش و فاتح محمد بیکوف ها مشق میکنند، ولی در حالی که سامان در مسابقه های بین المللی تحت پرچم تاجیکستان میدانداری میکند، محمد بیک تحت پرچم روسیه هنرنمایی میکند. بعد تحت تحریمات بین المللی قرار گرفتن روسیه، محمد بیک در مسابقه های بین المللی همچون ورزشگر بی‌طرف به میدان میبراید. یادآور میشویم در اول ماه ایون سال جاری محمد بیک و سامان محمد بیکوف در مسابقه بین المللی گراند پری دوشنبه نیز صاحب مدال های طلا شدند. تیم تاجیکستان در جنبست گراند سلام قزاقستان در بین 42 کشور جای پنجم را به دست آوردند.